سلام دوستان، من از سایت ژاکت یک قالبی رو دانلود کردم و اینجاست. من میخوام این رو از طریق ایزی اینستالر به قول معروف نصب بکنم. چیکار باید بکنم؟ من اولش که قالب رو دانلود کردم بازش میکنم و از اینجا این ایزی اینستالر رو از اینجا میارم و یک پوشه دیگه‌ای برای خودم باز میکنم و میندازم همونجا. برای خودم آسون باشه. داخل ایزی اینستالر بچه دقت کنید یک پوشه به نام و یک پوشه به نام ایزی اینستالر PHP حتما باشه. حالا این به صورت هلپشه، من اینو پاکش میکنم، مهم نیست. ولی این دوتا پوشه که پوشه داخلش هم به قول معروف اجزاش باید حتما باشه. خب میام چیکار میکنم؟ میام وارد سی پنلم میشم. بعد وقتی که وارد سی پنل میشم میام تو قسمت فایل منیجر. فقط اینو یاد داشته باشین دیگه، توی از اینجا دیتابیس رو درست میکنیم از قسمت دیتابیس و از قسمت فایل هم که فایل همون وجود داره. خب میام قسمت فایل منیجر، روی پابلیک HTML که کلیک میکنیم اینجا یه ریلود هم میکنیم. اگر هر پوشه یا چیز دیگه ای بود انتخاب میکنیم و حذفش میکنیم. الان میام چیکار میکنم؟ میام از اینجا قسمت آپلود رو میزنم، سلکت فایل رو میزنم. از اینجا توی پوشه‌ای که انتخاب کردم ایزی اینستالر رو دوتا فایل دارم. این دوتا فایل رو دونه دونه انتخاب میکنم و اینجا آپلود میکنم. خب بعد از اینکه آپلود شد تموم شد برمیگردیم سر پابلیک HTML و دوباره ریلود میکنیم. میبینیم که تو قسمت پابلیک HTML اون دوتا فایلی که آپلود کردیم وارد اینجا شدن. خب الان چی کار میکنیم؟ میایم همون آدرسی که داریم رو که آدرس سایتمون رو میزنیم و یک اسلش میزنیم و اینجا مینویسیم که installer.php و اینتر رو میزنیم. می‌بینیم که داپلیکیتور رو برای ما آورد و اینجا یک سری مشخصاتی برای ما آورد. ببینید اینجا قسمت ستاپش که آرشیو فایل رو آورده و پس زده، یعنی خیلی خوبه. ویزیبلش هم که همش خیلی خوبه، یعنی گود زده، خیلی خوبه. اینجا دقت کنید که مثلا دارم میگم بعضی وقتا مثلا هشدار یا اخطار وارنینگ میده. وارنینگ به قول اخطار خاصی نداره، یعنی مثلا این قالب برای خیلی وقت پیشه و به قول معروف این اخطارهای وارنینگ مهم نیستن، ولی مثلا هر از گاهی میبینی مثلا برای PHP ورژن یا PHP MySQL اخطار ارور نوشته. ارورها اینا خیلی با مشکل مواجهن و باید به هاستینگتون بگین که اینها رو آپدیت کنم و این مشکلات رو برطرف کنم. خب حالا برای من همه چیز خیلی اوکیه. میام قسمت آپشن رو میزنم، رو میبندم. اینجا این قسمت اکسترکت رو میذارم روی منوال آرشیو. حالا نداریم توی شل آنزیپ میذارم بمونه. بعد میام قسمت فایل و اینجا اوکیه، همشون درست هستن. بعد از اینجا خب روی اکسترکت آنزیپ میزنم. بعد از اینجا تیک رو که میزنم و قسمت نکست رو، حالا من اینجا نکست رو نمیزنم، قبلش میام چی کار میکنم؟ قبلش میام این قسمت و توی هاستم پابلیک HTML و این پوشه زیپم رو که آپلود کردم از اینجا آن زیپش میکنم یا اکسترکتش میکنم توی همین مسیر و اکسترکت فایل. بعد که همشون خارج شد من کلوز رو میزنم، میبینین که همش خارج شد. میام قسمت داپلیکیتور بعد تیکش رو که میزنم قسم نکست رو فعال میکنم یا کلیکش میکنم. صبر میکنم تا فایل های آرشیوم اکسترکت بشه. خب وارد مرحله دوم شدم. اینجا میخوایم که یک دیتابیسی درست بکنیم. برای ساخت دیتابیس چیکار میکنم؟ میام قسمت سی پنلم
سی پنل رو میزنم. خب میام پایین تر قسمت MySQL Database Wizard رو میزنم. اینجا یک دیتابیس جدید درست میکنم. من حالا میزنم روی WP و next استپ رو میزنم. میام رو قسمت دوم و یوزرنیم رو دوباره همون WP میزنم. برای پسورد میزنم پسورد جنراتور و اینجا خودش یک پسوردی برای من داده که من اینو کپی میکنم و حالا یه جنریت پسورد میزنم، دوباره یه پسورد جدید برام بده. اینو کپی میکنم و تیکش رو میزنم و آس پسورد رو میزنم که اینجا اوکی بشه. من همین پسورد رو میارم اینجا، این قسمت پسورد رو پیست میکنم، بعد قسمت create user رو میزنم، اینجا all privilege رو همش رو دوباره تیک دار میکنم، میام پایین تر و next step رو میزنم. اینجا قسمت یوزر رو میبینین که تزالایر WP هستش، میزنم و میام قسمت یوزر اینجا پیستش میکنم و قسمت دیتابیس رو از اینجا دوباره کپی میکنم و میام تو قسمت دیتابیس وارد میکنم. خب برای ما آماده شد. قبل از هر کاری یک تست دیتابیس میزنم تا اینجا برای من دیتابیس رو میاره. همین که برای من قسمت پس و گود رو آورد، یعنی اینکه دیتابیس هم متصل شد و خیلی هم عالی پیش رفتش. خب دیگه با آپشن هم کاری ندارم، میام قسمت next. خب اینجا میگه به قول معروف میخوایم متصلش کنیم، رایتینگ میگم که بله. میخوایم نصبش کنیم، اینجا داره اینستا دیتابیس رو متصل میکنه به قول معروف وردپرس. و اینجا توی مرحله سوم خب به هر حال آدرس URL مونه و تایتلمون که عنوانه. مثلا من می نویسم گروه تزال، چون حالا برای مشتری عزیزمون هستش. با پچش کاری ندارم، با ریپلیس کاری ندارم. توی آپشن یوزرنیم و پسورد رو وارد میکنم. مثلا اینجا می نویسم که اینجا یوزرنیم رو حالا به خواست خودم هرچی که میخوام میذارم و پسورد رو مشخص میکنم. و next رو قرار میزنم. خب میگه ادمین میل رو ساخته، باید ایمیل بزنم. ادامه یک ایمیلی هم براش میزنم و next رو میزنم. خب داره به قول معروف انتقال میده. خب میبینیم که نصب ما به صورت کامل انجام شد و مشکلی نداریم. راحتی میتونیم با زدن ادمین لوگین وارد قسمت پیشخوانمون بشیم و اینکه اون قالبی که خریداری کردم میتونین توی سایت ببینین. البته این قالب رو من همجوری نصب کردم و مطمئناً خیلی تغییرات روش میدم. فقط خواستم برای آموزش یاد بگیریم. موفق باشید.